سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. نگرانی ها از وضع سلامتی 3 محبوس سیاسی در زندانهای تاجیکستان. جنگ را در اوکراین روسیه سر کرد ولی انجامش در دست خطای آمریکاست. دزدی از مغازه و شکنجه یک نابالغ 16 ساله در نویه رشت. ساکن زرگر را برای آش خدایی همسرش جریمه بستند. 51,000 سومانی جریمه ساکن طویلدره برای معرکه حاجزی اورد. باز یک زمین لرزه در تاجیکستان، این بار هم مرکزش در مرغاب. و اکنون تفصیلات خبرها. اپوزیسیون تاجیک در خارج از وضع سلامتی 3 محبوس سیاسی، 2 تن از رهبران سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، جلال الدین محمود و محمد علی فیض محمد و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات مامورود اودینایف اظهار نگرانی عمیق کردند و خواستار رسیدگی عاجل به وضع آنها شدند. کمیته شهروندی نجات گروگانها و محبوسان سیاسی این هفته را هفته این 3 محبوس بیمار اعلام کرد و پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیز در تاجیکستان ممنوع شده نیروهای مخالفین تاجیک که در اروپا فعالیت دارد در یک اظهارات از کار ماندن یکی از پاها و درد شدید پیشابدان و فشار خون و بیماری دیابت و قند را از بیماری های نامیده است که هر 3 محبوس ذکر شده از این دردها رنج میبرند. قبلا گزارش شده بود که مامورود اودینایف را در محبس شهر وحدت به دلیل گرفتاریش به بیماری زرپروین کرانتین کردند. همسر اودینایف زبیده اکیمووا که ماه فوریه از او در محبس عیادت کرده است پیشتر خبر داده بود که وضع او در 2 سال گذشته تغییر نیافته است و او همچنان راه گشتن نمیتواند و از بیماری دل و فشار بلند خون رنج میکشد. مامورود اودینایف در پایان سال 2020 در پی یک اعتراض در نزد کمیساریات حربی شهر ایسار دستگیر گردیده ماه ینوار سال 2021 با جرم‌های افباشی و دعوت به سرنگون کردن حکومت به 14 سال زندان محکوم کرده شد. در پایان ماه مارس سید صادق بابایف یک فعال مخالفین با تکیه به منابع خود خبر داد که 2 تن از رهبران زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلال الدین محمد و محمد علی فیض محمد نیز در محبس سخت مری شدند. از جمله بنا به اطلاع بابایف محمد علی فیض محمد را با دلیل خروج بیماری قند از محبس به بیمارستان قره‌بالای شهر دوشنبه انتقال دادند. به معلومات او به علت بیماری یک پای این عضو ارشد حزب نهضت از کار مانده است. محمد علی فیض محمد ماه سپتامبر سال 2015 همراه با 12 تن دیگر از رهبران حزب نهضت اسلامی دستگیر و به 23 سال زندان محکوم شد. جلال الدین محمد را در حالت وزنین به بیمارستان داخل زندان بستری کردند. ششاش آب گرفته، یک گوشش کاملا نمیشنود، به گوش دیگرش بلنگوی گذاشتند و از ناحیه خیشکش ورمه شدید شده است. خبر داده بود سید صادق بابایف. جلال الدین محمد که در سال 2014 دستگیر و با جرم غیر قانونی نگاه داشتن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود، همگی 1 سال بعد رهایی‌اش دوباره بازداشت و این بار به 6.5 سال زندان محکوم شد. پیمان ملی در اظهاراتش از جمله تقاضا کرده است که امبودسمن از زندان‌های کشور دیدن نموده از وضعیت زندانیان سیاسی نزدیکان و جامعه را خبردار کند. مقامات سرریاست زندان‌های وزارت عدلیه و دفتر امبودسمن تاجیکستان تا کنون ادعاهای مخالفین درباره بیماری 3 محبوس سیاسی و طلب‌های آنها را شرح ندادند. چند روز پیش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در راه بازگشت از خط جبهه جنگ در شرق اوکراین در قطار راه آهن مصاحبه را با خبرگزاری اسوسییتد پرس انجام داد. در این صحبت از جمله به این معنی گفت اگر جنگ را در اوکراین روسیه آغاز نمود ولی پایان آن را خطای و امریکا رقم خواهند زد. به نظر می رسد که این گفته او یک امر واقعی است ولی برای انجام این کار در حال حاضر بیشتر نه امریکا بلکه اروپا دست به کار شده است. در مدت نه چندان طولانی رهبران کشورهای اروپا یکی پی دیگر به چین سفر می کنند. پس از بازدید صدر اعظم آلمان و سروزیر اسپانیا این دفعه روز 5 اپریل سال 2023 پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون و رهبر کمیسیون اروپا
اورسولا فون در لین به دیدار سی جین پین که چند روز پیش از مسکو برگشته بود میروند. این دو نماینده ولومقام اروپایی میخواهند ضمن سفر خود سی را متقاعد کنند تا به پوتین سلاح و شرایط برای ادامه جنگ فراهم نآورد، بلکه برعکس او را وادار کند تا به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده رو به مذاکرات صلح آورده، چیزی که به ظاهر خطای هم در گذشته نیز خطای بعضی حرکت‌های در این راه انجام داده بود، مثل پیشنهاد فرم صلح برای خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین و در مسئله تهدیدهای هسته‌ای روسیه به جامعه جهانی. چین از یک طرف به تکنولوژی پیشرفته اروپایی نیاز دارد و از طرف دیگر بازار اساسی محصولات نسبتاً با ارزش و با صفتش نیز کشورهای اروپایی است. اگر به نشان دهنده های صادرات چین نگاه کنیم، حدود 80% آن را صادرات به اروپا و امریکا تشکیل می‌دهد. فروش مال‌ها به روسیه باشد در سال گذشته عملی 8% از جمع صادرات خطای تشکیل داده است. از این لحاظ اروپا برای چین خیلی ضرور است و پکین نمیتواند در ملاحظات و عملکردهای سیاسیش نظر و مبخیهای دولت‌های این قاره را صرف نظر کند. کارشناسان بر این باورند که مکرون و فون در لین محض برای گفتن آن میروند که اروپا همیشه برای همکاری با چین آماده است، ولی پشتیبانی از پوتین میتواند همه این را زیر سوال گذارد. در همین حال پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز روز 5 اپریل سال 2023 بار اول پس از حمله روسیه به کشورش به پولشا سفر نمود. گفته می شود او با پرزیدنت پولشا اندژی دودا مسائل مهمی چون تقویت کمک‌های نظامی، پیوستن اوکراین به عضویت اتحاد اروپا و بازسازی بعد جنگی شهرهای ولنگارش بررسی میکند. ولی به نظر کارشناسان در یک زمان اتفاق افتادن سفر پرزیدنت فرانسه و رهبر اتحاد اروپا به چین و بازدید زلنسکی از پولشا بیانگر آماده‌ها به مذاکرات صلح با مسکو است. در این راستا برای زلنسکی فوق‌العاده مهم است که در صورت مذاکرات با روسیه نیز از پشتیبانی گرم ورشاو و دیگر کشورهای متحد برخوردار باشد. این پشتیبانی به کیف امکان می‌دهد که در مذاکره‌ها با مسکو کم نآید و حق خود را طلب کند. شب 29 به 30 مارس سال 2023 در دهه یشم جماعت دیوت به نام باقی رحیم‌زاده نویه رشت شخصان نامعلوم صرف مغازه خوراکواری متعلق به ساکن دهه مذکور نظریه فیور محمد رخنه نموده داخل مغازه شدند و به قبل نام برده قسمی از مال و کالا و 8500 سومانی پول نقد را به یغما بردند. روز دیگر نظریه بارزه شکایتی به شعبه وزارت کارهای داخله عاید به خدمت رسانی شهرک نواباد نویه رشت مراجعه نموده است. کارمندان ملیت حاضر شده جای حادثه را از نظر گذرانیده، سپس چند نفر به حیث گمانبر به اداره ملیت دعوت میکنند که در بین آنها ساکن نابالغ دهه یشم سفرف حکیم جان سال تولدش 2007 نیز بوده است. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد، چون سفرف نابالغ به شعبه کادرهای داخلی برای بازپرسی حاضر می شود، کارمندان فوری این نهاد احیازاده بلال و یک همکارش اینچنین مفتش اداره مذکور که به ما میسر نشد نام و نسبش را پیدا نماییم نابالغ را زیر فشار و رتکوب قرار میدهند تا دزدی را به گردن بگیرد. به گفته شاهدان دعوت حکیم جان سفر را به شعبه وزارت کارهای داخله دست کم 3 مرتبه صورت میگیرد و این پسر از جانب کارمندان میلیسیا مورد شکنجه قرار میگیرد. در نهایت پدر نابالغ مجبور شده است که از بالای کارمندان میلیسیا به دادستانی نویه رشت شکایت برد. بنا به اطلاع دریافتی دادستانی نک به تحقیق قضیه شروع نموده است. حکیم جان سفرف خواننده صنف نوی مکتب میانه رقم 18 و فرزند یک دیقان کمبغل به اصطلاح به پشت و پناه می باشد و کارمندان میلیسیا میخواستند که این دزدی را به گردنش بار کرده برای خود نتیجه کار بسازند. میگوید همصحبتان بامداد این بار اول نیست که ساکنان رشت از عملهای غیر قانونی کارمندان میلیسیا در شعبه وزارت کارهای داخله عاید و خدمت رسانی شهرک نواباد شکایت میکنند. از جمله احیازاده بلال کارمند اپراتیوی این شعبه که در گذشته به حیث مفتش کار و فعالیت میکرد، الکی در اولهای سال 2000 برای عملهای غیر قانونی از وظیفه اشغال نموده‌اش سبکدوش گردیده بود، ولی دری نگذشته باز هم به همین شعبه میلیسیا به حیث کارمند فوری به کار برگشت و تا کنون فعالیت دارد. همسر دوم احیازاده بلال دختر معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخله عاید و خدمت رسانی شهرک نواباد
ایده‌زاده زبیدالله بوده، همصحبتان بامداد میگویند که او از پشت پناه سلاله ایده ایفا که در مقام‌های گوناگون دولتی ایفای وظیفه می‌نمایند برخوردار میباشد. به بامداد میسر نشد است که نظر خود بلال احیازاده را پیرامون این قضیه بپرسد. داستان نویه رش نیست تا اول پرونده جنایتی در رابطه با شکنجه خواننده صنف نو از دهه یشم را شرح نداده است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه نویه سنگوار یا طویلدره آشا ساکن 67 ساله دهه طویلدره جماعت طویلدره و پدر 9 فرزند را با جرم ویران کردن قانون تنظیم و رسم آیین به مبلغ 51,000 سومونی جریمه بسته است. سبب به چنین مبلغ هنگفت جریمه شدن ساکن سالخورده طویلدره این است که او از روی کسب مهندس ساختمانی و صاحبکار بوده است. جزای صاحبکاران برای ویران کردن قانون تنظیم حتی از منصبداران هم سخت‌تر است. دادگاه نویه سنگوار در سامانش خبر داد که بررسی این پرونده مأموری در مجلس آشکار سیار دادگاهی در تالار مجلسگاه جماعت طویلدره تحت ریاست رئیس دادگاه نویه سنگوار سلیم زاده برگزار شد. بر اساس اصلاح دادگاه سنگوار، حقوق ویران کننده سانه 23 ینور سال 2023 تقریبا ساعت 18:00 برخلاف طلبات ماده 12 قسم 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که مطابق آن تشکیل معرکه‌های حج طلبان، حج زیارت و حج عاشی قطعاً منع است، عمل نموده در منزل استقامتی خود در دهه طویلدره معرکه حج زیارت را با آراستن دستارخوان در 3 حجره استقامتی و با دادن طعام گذرانیده است. خود آشا در رفت مرافعه خود را در ویران کردن قانون تنظیم پورا گناهکار شمرده بیانات داده است که سانه 5 ینور سال 2023 برای زیارت خانه خدا به عربستان سعودی سفر کرده است. بعد زیارت سانه 21 ینور سال 2023 به تاجیکستان برگشته روز 23 ینور به نویه سنگوار آمده است. بگاهی همان روز خویش و تبار و هم یگانش تخمینا 25 یا 30 نفر به منزل استقامتی او با مقصد حج زیارت آمدند. از روی نافهمی او این شخصان را در 3 حجره استقامتی با آراستن دستارخوان ضیافت داده است. از این رو خودش را در صادر نمودن حقوق ویرانکنی مأموری گناهکار شمرده افسوس می‌خورد و سود خواسته است تا نسبتش جزای سبکتر تعیین کند. دادگاه گفت گناه حقوق ویران کننده با ماده 481 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان در ویران کردن طلبات قانون تنظیم از جانب صاحبکار انفرادی گناهکار شمرده است و جزا در نمود جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای صبح‌ها برابر به 51,000 سومونی به فایده دولت تعیین کرده است. دادگاه شهر وحدت محمدی سعیدوف ساکن دهه زرگر جماعت دیوت به نام عبدالوصیف را برای پختن 2 دیگ آش در مراسم چلی همسر مرحومش جریمه بسته است. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 1 اپریل سال 2023 در شرح این قضیه گفت شهروند سعیدوف محمدی مخصومویچ برخلاف طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده سانه 22 ینور سال 2023 از ساعت 08:00 تا ساعت 11:00 در روز یکشنبه در خانه استقامتیش واقع در جماعت دیوت عبدالوصیف دهه زرگر شهر وحدت در 2 دیگ طعام آش تیار نموده هنگام گذراندن مراسم چلی اویلش به اشتراکداران مراسم ضیافت داده است. داستانی یادآور شده است که طبق طلبات بند 2 ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان مراسم 40 وصال بیزب چوروا و دادن طعام گذرانیده می شود. داستانی شهر وحدت نسبت به سعیدوف بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قانون تنظیم پرونده حقوق ویرانکنی مأموری آغاز نموده به دادگاه ارسال نموده است. با قرار دادگاه شهر وحدت سعیدوف به جوابگری مأموری کشیده شده است. داستانی کل نگفت که سعیدوف را چقدر جریمه بستند، ولی قسم یکم ماده 481 برای ویران کردن قانون تنظیم از جانب شهروندان عادی همچون جزا جریمه به اندازه 110 نشان دهنده برابر 7480 سومونی را پیش بینی می‌کند. قبلا همین دادگاه شهر وحدت ساکن دهه لچک جماعت
چویانگرون ایدبک سیدوف را برای در مراسم چل برادرش در دهه لچک تیار کردن یک دیگ آش جریمه بسته بود. داستانی کل گفت در پی این داستان شهر وحدت نسبت به ایدبک سیدوف بر اساس قسم اول ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کرده با قرار دادگاه شهر وحدت نسبت به سیدوف جزا در نمود جریمه به فایده دولت تعیین کرده شده است. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد، سال 2017 طلبات آن باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می رود. مقامات می گویند قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتری چون ساختن خانه، تامین پول تحصیل فرزندان صرف کنند. همه حامیان حقوق می گویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم آورده و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز یا محدود کردن شماره میمانان و با مقامات موافقه کردن تعاملنامه توی معرکه ها در زمان معاصر از یک طرف خنده‌آور می نماید و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می رود. شب 4 اپریل سال 2023 ساعت 20:59 دقیقه تاجیکستان را باز یک زمین لرزه تکان داد. بنا به اطلاع شدت زمین لرزه در مرکزش 26 کیلومتری شرق مرکز نویه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان واقع در مرز تاجیکستان با چین طبق جدول ریختر 4.6 بال را تشکیل داده زمین در عمق 166 کیلومتر لرزیده است. مرکز زلزله‌نگاران اروپا و بحر میانه زمین خبر دادند که مرکز این زمین لرزه در 33 کیلومتری شرق مرغاب جایگیر شده. شدت آفت طبیعی 4.7 بال بود و زمین در عمق 169 کیلومتر تکان خورده است. درباره کدام تلفات و خسارات بر اثر این آفت طبیعی گزارش به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. بر اثر زمین لرزه شب 23 مارس سال جاری که مرکزش در اطراف دهه پلدارک نویه کوهستان مشچو بود در مجموع 338 خانه از جمله در نویه کوهستان مشچو 318 خانه، در نویه رشت 32 خانه و در نویه نورآباد 17 خانه ضرر دیدند. کمیشه به خلاصه آمد که این خانه های ضرر دیده سالهای 70 و 80 عصر گذشته ساخته شدند و هنگام بنیاد آنها قاعده ها و معیارهای ساختمانی و معماری کاملا رعایت نشده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 3 و 4 اپریل در دو صدمه در خوجند و مومن آباد 2 نفر، یک زن پیاده‌گرد 70 ساله و یک طفل 1 ساله هلاک شدند. از جمله روز 3 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 12:30 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیر غایب بوف جعفر سال تولدش 1986 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در راه ماشینگرد خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند از سمت چهارراه کوچه رحیمی به سمت پول کونه از سوی اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد حکیم و سنوبربای را سال تولدش 1953 ساکن شهر خوجند را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد حکیم و جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه جان داد. همچنین 4 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 2:20 دقیقه راننده اتومبیل تمغه اوپل زفیر بازاروف جلال‌الدین سال تولدش 1989 ساکن نویه مومن آباد هنگام حرکت در شهرهای مومن آباد کلوب ناگهان به قسمت قفای اتومبیل تمغه اوپل استرا که تحت اداره شرافوف خورکش سال تولدش 1958 ساکن نویه مومن آباد قرار داشت برخورده است. در نتیجه مسافر اتومبیل تمغه اوپل زفیر خورسول سیدزاده یونس سال تولدش 2022 ساکن همین نویه جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی قبلا خبر داده بود که شام 2 اپریل در بین همگی 1 ساعت در 2 صدمه نقلیاتی در جماعت رودکی نویه واسه و جماعت خیل ورد نویه بلخی 2 نفر به هلاکت رسیدند. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پر خطر به شمار می روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده، 1197 تن دیگر مجروح شدند.
ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 18 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 هنگامی در کوچه قورق پایتخت قرار داشتنش بالای پنهانی از نقطه تعمیر واسطه‌های نقلیات یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ 12 که در داخلش کارت بانکی با مبلغ 4300 سومونی بود و به مرد 47 ساله ساکن نوع واسه تعلق داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه به نام برده 6300 سومونی ضرر مالی رسانیده است. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوع سینا عریضه مرد 26 ساله ساکن نوع مذکور وارد گردیده است که ماه ایون سال 2018 در کوچه نصرت الله مقسوم پایتخت مرد 41 ساله ساکن امین نویه با روی فریب به باوریش در آمده از او یک عدد افت تمغه لکسوس 460 رو گرفته وعده داده است که $15,000 امریکایی میدهد، اما نام برده به وعدهش نایستاده باز $5,000 امریکایی گرفت و به جبر دیده به مبلغ $20,000 امریکایی ضرر مالی رسانیده است. اینچنین پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 64 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف آغاز کرده شده است. نام برده ماه فوریه سال 2021 با رای فریب به باوری مرد 72 ساله ساکن شهر خوجند در آمده با بهانه خریداری نموده دادن افت تمغه تویوتا کامری از او به مبلغ 85,240 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همزمان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 46 ساله ساکن شهر استرافشان که سال 2016 با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سوق شده است آغاز کرده شده است. نام برده دوم ینور سال 2023 با رای فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن شهر مذکور در آمده با بهانه فروخته دادن زمین نزد یولگیش به مقدار 0.8 گکتار از اون مبلغ 676,000 روبل روسی و 6,000 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش رو برنگردانیده است. از روی این حادثه و تفتیشاتی ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.